جابر ابن عبدالله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري، نعم، رضي الله تعالى وارضاه، صاحب نبی صلی الله علیه و آله و سلم و صحابیه که همراه رسول صلی الله علیه و سلم چند 19 غزوه و اشتراک کرده. ها نعم، اذا ماذا حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم 19 غزوه. میگوید لم اتخلف عن غزوة الا عن غزوتي بدر و احد منعني عنهما ابي. 19 جهاد به چه اشتراک کرده؟ میگوید همراه رسول صلی الله علیه و سلم 19 غزوه همراهی علیه الصلاة و السلام چه اشتراک کردم. میگوید یگان غزوه‌ای که رسول صلی الله علیه و سلم کرده باشد من تخلف نکردم، ترک نکردم، همراه رسول صلی الله علیه و سلم میرفتم. همراه رسول صلی الله علیه و سلم چه میرفتم؟ الا دو غزوه. این دو غزوه کدوم غزوه؟ بدر و احد. بدر و احد به چه اشتراک کرده نتونستم. میگوید برای چه؟ برای که پدرم من کرد. پدرش عبدالله ابن عمرو ابن حرام رضی الله تعالی عنه من کرد. صحابی بود، سرش جهاد من کرد و رسول صلی الله علیه و سلم اقرار کرد این چیزا. فهمدید؟ یعنی چه دلالت میکند؟ یعنی بر الوالدین هم بر رسول صلی الله علیه و سلم. همین انده حدیث ابن مسعود انده چی میگه؟ یعنی وقتی که میگه که عبدالله ابن مسعود میگه که رسول صلی الله علیه و سلم میگه که سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال الإيمان بالله. قلت ثم أي؟ قال ثم الصلاة في وقتها. قلت ثم الإيمان بالله. نعم جنب مدينة الإيمان بالله. ثم قلت أي؟ ثم قال الصلاة في وقتها أو على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. ثم الجهاد في ماذا؟ في سبيل الله. في سبيل الله. نگرید یعنی عمل های رسول صلی الله علیه و آله ترتیب داد. یعنی چی؟ ایمان میبیاد، سن نماز میبیاد، سن بر الوالدین میبیاد، سن چی؟ جهاد میبیاد. نگرید بر الوالدین بعد از چی؟ پیش از چی اومد؟ پیش از جهاد اومد. پیش از چی اومد؟ پیش از جهاد اومد. حتی حدیث انده وقتی که گناه های رسول صلی الله علیه و سلم ترتیب کرد چی گفت؟ یعنی پیش از اول گفت یعنی چی گفت؟ یعنی از کبیره ها، از گناه هایی که کبیره ها چی گفت؟ وقتی که رسول صلی الله علیه و سلم از کبیره ها پرسیدن، از کبایره پرسیدن چی گفت؟ عقوق الوالدین گفت. عقوق الوالدین گفت. بعد از عقوق سن چی گفت؟ یعنی قتل النفس التي حرم الله الا بالحق. نگرید یعنی معناش پدر و مادر به گناه کردن، گناه این پدر و مادر به نافرمانی کردن، اطاعت نکردن، گناهی چی؟ از آدم کشی هم گناهش واضح میشه. اب خیلی یعنی هم خیلی میشه دیونه دیگه. یعنی حتی جهاد بدر جهاد چی بر افسوس جهاد تو خیلی میشه، جهاد طلب و جهاد دفع میشه. بدر کدوم نمیده جهاد بود؟ دفع بود. میرفتگی چی بود یعنی؟ طلب بود. و احد چی بود؟ دفع بود. هر دوشم نگرید، هر دوشم به چی؟ به امر پدرش ترک کرد و رسول صلی الله علیه و سلم این چیده چی؟ دیده استاد است، اقرار کرد. این سنه اقراری یعنی اذن پدر چی میشته است؟ یعنی هم به رسول صلی الله علیه و سلم جهاد چی بعد از چی کرد؟ یعنی بر الوالدین کرد. هم به صحابه وقتی که اومده بود، همین صحابی اومد و گفت که یا رسول الله، گفت انی اکتتبت نفسی فی الجهاد معك. قال النبي صلی الله علیه و سلم الک والدان؟ قال بلى. قال كيف تركتهما؟ قال تركتهما وهما وواو حالية وهما يبكيان. قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وفي رواية ارجع إليهما فجاهد فيهما. میگوید که آمد میگوید یعنی چی یا رسول الله؟ اکتتبت یعنی من نامم در جهاد نویساندنی، همراه تو تا آخر عمرم جهاد میکنم. رسول صلی الله علیه و سلم گفت که پدر مادر داری؟ گفت که دارم. چه خیلی ترک کردی؟ گفت وقتی که ترک کردم و یا گریستن، راضی نبودن، یعنی گریستن، یعنی یگانه فقط گفت که گرد نزد من آبه. چه خیلی که گریونده اکو رفت خندون وای دیگری وقتی هم رفت انا همراه پدر مادر جهاد کرد. جهاد تو پدر مادر
من به جابر رضی الله تعالی عنه این چه سنت به عمل کرد نرفت. این که بدیانه صحابی جلیل جابر ابن عبدالله الانصاری رضی الله تعالی و ارضاه.